Alaka digolma chikor mekunam? آخه چی خیلی چی کار میکنی؟ من ترا گفتم که منیجا جون اینجا شهره اینجا قشلوق نیسته اینجا هر کار شدنش ممکنه نخود تو کودکی 3 ساله را گوش داروی کنی اوفه چیکار میکنم نمیدونم حاضیشون میدونه که هم تگنده هسته که میزنم میکشم اومد همسایه ما برام نه تو بشی یکی میزنم خلاص میکنی من بشی اومدم بیا کامی جون چرا تو پیش کلا خونه نیومدن بین زنگ جون یا نو نگار باوردم آب تیاره آب نازنین سوزین سلامتی خوبه که کننده نتیجه نه مردک او چه خیلی آمد ما سهار زنگ زده بودم که ترا آب کن ما قطعی جورم عمد کنی میام آخی مردک جان روز دیگه در خونه گوش نبوده گوده که گوش در روی کدم تا حاضیره نیومده کدومی گودم؟ مایدکی را همون گوده که 3 ساله را تو با کدوم کلم گوده که مایدک روی میکنی ساعت چند روی کرده بدی؟ سحری های ساعت چند نه؟ ساعت 10 تو با خانی همسایه رفتی دیدی؟ همه را دیدم این همسایه را دیدم همسایه بالاگیر هم دیدم بیرون هم دیدم پدوال دیدی؟ همه را دیدم درگام جونسته میدانچه‌های فوتبال و بسکتبال دیدی؟ همه را دیدم مردک درگام جونست تو با کدوم آخرت گوده که 3 ساله را گوش در روی میکنی؟ ای سعدی جون جنگ نکنی گوش نباشه کچ کبریون هم باشه میشه نکه جان بیا همینجا بگذاریم اپا آقا جان اینجا گذارشینه اپا جان ما در یک سیخ شاشلیک پوسکوی یا شوربا مالش ما در یک خام شوربا بگیریم 2 کلچه و یک شاشلیک فرشی مالش السلام علیکم اکا جان و علیکم السلام سوزین تیجه رحمت اکا جان بله جگزه جو هست اکا جان جلدوگه نیچه دارم مایدش جو که جوش هماشه اینجا نمیشنیم جو همش جوه خوش آمدین اکا جان رحمت اکا جان شما دا چی بیارم؟ ما دا انا یک چوینیک دا چای گرمی سیاهو یک دونه کلچه بگیریم یک چوینیک دا چای یک دونه کلچه تمام؟ یک چوینیک دا چای سیاهی گرمو یک دونه کلچه بگیریم بین ای در اکم بمبرمه اکا جانه نخوا که یک مرده که بزبره قد بلند یک دونه کلچه یک چوینیک چای بخیری برای کی کار میکنی اکا جان در جانه که خود جور میکنی یا مایده اگم چیزا که بخی جلود که هکت بگه که خیلی ما سویب دارم نخوا یک دونه کلچه یک چای راست هم بگویم پا جان من باید جونی خودم در جور نکنم این خیلی که باشم من در 10 کلچه و یک سطیل چای بیارم